صبح صادق شنبه هفته سپری شده گروهی از صاحبکاران، ورزشکاران، وکیلان شهری، رهبران مقامات حفظی حقوق، فعالان بخش‌های گوناگون خواجگی خلق شهر خوجند تحت رهبری رئیس شهر فردوس شریفزاده وارد مکان بهشت‌آسای فارغ زمین گردیده در کنار هموطنان خویش شدند. رئیس شهر اسفره بهاءالدین بهادرزاده مهمانان را پذیرفته به این ملک نامداران خیر مقدم گفت. اطلاع داده شد که به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی واروق شهر اسفره بنیاد و نوسازی بیش از 40 انشاءات مهم اجتماعی به نقشه گرفته شده با مبلغ‌گذاری حکومت مملکت، مقامات اجرایی دولتی ولایت و شهر و سهم صاحبکاران و سخاوتمندان تا امروز زیاده از 30 انشاءات گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. جماعت دهاتی واروق شهر اسفره از جماعت‌های بلندکوه و دوردست‌ترین ولایت سوق بوده در آن بیش از 33,000 نفر اهالی زندگی دارند. باید قید نمود که در اساس دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامی رحمان و در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در این جماعت کارهای عظیم بنیادکاری با مرام ادامه دارند. رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده ضمن ملاقات با رهبریت شهر اسفره و فعالان جماعت واروق اظهار داشت که استقلالیت بزرگترین نعمت برای هر ملت بوده عامل آزادی، خوشبختی و سعادت ملت به حساب می‌رود. این نعمتی گران ارزش به عوض با زحمت‌های شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان به دست آمده است و وظیفه هر یکی ما حمایت از استقلالیت و وحدت ملی، خودشناسی و هویت ملی بوده آن قرض ایمانی و وجدانی ما میباشد. تاریخ پر افتخار خلق تاجیک بزرگترین مکتب خودشناسی برای ساکنان مملکت و ویژه نورسان و جوانان آن میباشد.